خوش اومدید به قسمت بعدی از سری ویدیوهای سوپابیس. تو این قسمت میخوایم بریم در رابطه با SDK سوپابیس برای جاوا اسکریپت و نکست جی اس صحبت بکنیم و از قابلیت‌های سرور سایدش استفاده بکنیم. ما میایم توی داکیومنت سوپابیس و قسمت نکست جی اس رو انتخاب میکنیم و یه توضیحاتی داره به ما میده. به ما میگه که اول بیاید یه پروژه سوپابیسی بسازید، بعد بیاین از Create Next App استفاده کنین، بعدش بیاید یه env اضافه کنید داخل پروژهتون به اسم Next Public Supabase URL و Next Public Supabase Anon Key و بعد از اونم بیاین یه کوئری بزنید به سمت سوپابیستون و اینم که کامند ران Next.js. ما بریم سراغ پکیج سرور سایدش هم یه توضیحی بدیم، بعد بریم برامون عملی پیادهش بکنیم. Creating Supabase Client for SSR رو شما از این بالا وقتی که یه دونه ادساین Supabase /SSR سرچ بکنین، این اولین ریزالتی که براتون میاره. روش کلیک میکنین و این صفحه رو وا میکنین. میگه که برای استفاده از استیکه Supabase شما به این دوتا پکیج نیاز دارید که میاد پکیج Configure Supabase to use cookies which are required for the server side language and frameworks. میگه این میاد اون کانفیگوریشن های سوپابیس رو برای استفاده از کوکیاتون انجام میده و احتیاج داره که به فریم ورک و لنگویج هایی که سرور ساید عمل میکنن استفادهش بکنید. بعد اومده توضیح داده که دوباره یه دونه env بیاید بسازید با همچین مقادیری. بعدش اومده پایینتر توضیح داده که کلاینتش رو چجوری بسازیم، یعنی سوپابیس کلاینت و سوپابیس سرور کلاینت. دو تا مدل داریم، یه دونه تو کلاینت اجرا میشه، یکی سرورش. این دوتا رو توضیح داده. بعد میدل ویر داریم که حالا توضیح میدیم سر فرصت و اینجا هم که دیگه بریم شروع کنیم، من چیز خاصی نداره. من یه پروژه Next.js فرانت درست کردم و گذاشتمش اینجا، داخل اون رپو گیت هابمون هم وجود داره. بریم اون کامند رو کپی کنیم و بیایم اینجا تو آدرس فرانت. حتما دقت کنید که داخل فرانت باشه چون این دوتا پوشه است که اسکریپت های ویدیوهای قبل توشه و اینجا هم پروژه فرانت. خب ما اینو پیست میکنیم اینجا و رانش میکنیم. داره سوپابیس SSR و سوپابیس داش JS رو برای ما اینستال میکنه. در این حین که داره اینستال میکنه من بیام اون env بسازم. .env.local رو کپی میکنیم، میایم اینجا تو پوشه فرانت یه دونه فایل به اسم .env.local و این دوتا ولیو رو از اینجا ما کپی میکنیم میاریم میذاریم اینجا. حالا پروژکت URL و سوپابیس انان کیمون کجاست؟ اونم میایم اینجا داخل خود سایت سوپابیس تو قسمت داشبورد میریم توی پروژه‌ای که داشتیم روش کار میکردیم که بلاگ یوتیوبه، تو پروژکت ستینگ تو قسمت API و اینجا پروژکت URL و انان پابلیک رو داریم. خب اینو اول کپی میکنم جای URLش میذارم و انان پابلیک هم میذارم جایی. خب ما الان سیو کنیم و npm run dev بریم که پروژه‌مون رو استارت کنیم. خب لوکال هاست رو باز کنیم ببینیم چی میاره. من اینو قبلا یه دونه صفحه خالی گذاشتم که سوپابیس پروژکت رو نشون بده. خب ما الان میخوایم بریم با هم دیگه کلاینتمون رو بسازیم. خب کلاینت رو کجا باید بریم بسازیم؟ ما تو پوشه API، من اینجا یه پوشه API دارم به کامپوننت که دوتاش هم خالیه. این اپ هم که پوشه کل اپلیکیشن. تو API یه دونه اول میایم به اسم config.ts درست میکنیم و اون سوپابیس مد نظرمون رو الان میخوایم بیایم اینجا بنویسیم. من میگم اکسپورت کن کانست سوپابیس کلاینت مساویه از create براوزر کلاینتش استفاده میکنیم و به عنوان ورودی باید بهش دوتا ورودی بدیم. یکی
اولی گفته سوپابیس URL مون که میشه process.env. اون نکسته این که ما میگیم نال نیست داریمش، و برای بعدی هم باز همینو میدیم، ولی با این تفاوت که انان کی باید باشه، پارامتر دوم. ما الان اومدیم یه کلاینتی سمت کاربر ساختیم، یعنی یه سوپابیس کلاینت سمت کلاینت سایت ساختیم. حالا میخوایم بریم یه دونم سرورش رو بسازیم. میگیم اکسپورت کن کانست سوپابیس سرور کلاینت مساوی. خب اینجا باید بیایم از متد create create چی بود؟ create سرور بود، سرور کلاینت، از این استفاده کنیم و باز هم مثل اون قبلیه این دوتا پارامتر رو ورودی بهش بدیم، و با این تفاوت که باید یه پارامتر سومی هم بهش بدیم که باید کوکیامون باشه، که اینجا من میام میگم کوکیا رو بگیر، که این کوکی خودش یه آبجکتیه که داخلش یه دونه گت داره که اینجا باید بگیم نیم از جنس استرینگ بهت میدیم و اینجا ریترن کن اون کوکی که به مقدار ورودی اینجا باید بدیم. خب ببینین ما موقعی که میخوایم یه دونه سرور کلاینت بسازیم باید کوکی Next.js رو بهش پاس بدیم. پس در اصل هر جایی که این تابع داره فراخوانی میشه من باید بیام به مقدار ورودی بگم که آقا شما یه دونه کوکی بگیر از جنس read only read only request کوکی. حالا این کوکی رو من باید بیام اینجا بهش پاس بدم، بگم دات گت کن حالا چیا این نیمو دات ولیو. اینجا میاد توی پارامتر آرگومنت سوم این فانکشن میگه که تو باید کوکی رو به من پاس بدی و اون من خودم برم اون چیزایی که میخوام از توش بردارم، و اینجا داره میاد شما از متد کوکی که مال Next.js رو پاس میدید به این کلاینته. حالا الان میریم ما هم پیاده سازیش میکنیم و این میاد اون نیمی که مد نظر خود سوپابیس هست و پاس میده به این متد و ولیوشو گت میکنه و ازش استفاده میکنه. خب سیو میکنیم و میریم با هم دیگه که اولین ریکوستمون رو میام تو همین پیجم که همینجا باشه، اینجا باشه، میخوام بیام یه دیتاهای پستم رو نمایش بدم. میام از این کانفیگ استفاده میکنم از سوپابیس سرور کلاینت. اول ما نیاز داریم که بیایم کانفیگش کنیم تو پیج. بیایم اینجا بگیم کانست کی استور مساوی کوکیز. این کوکیز باید از next بیاد و اینجا ایمپورت میکنیم from next headers. اینجا باید کوکیز رو ما بگیریم. خب ما اینو گرفتیم. حالا میایم میگیم که ما یه دونه کانست سوپابیس داریم مساوی سوپابیس کلاینت که کوکی استور رو بهش پاس میدیم و خودش هم بعد اینجا ایمپورت. ما الان اومدیم از اون فایل کانفیگمون اینو ایمپورتش کرد. حالا ما دسترسی داریم به سوپابیس. یه نکته خیلی مهمی که هست، سوپابیس برای این که بیاد از تایپ اسکریپت استفاده بکنه باید بیاد اول یه تایپی رو جنریت بکنه. تا اینجاش که خب برامون واضح. برای اینکه این تایپ رو جنریت بکنه شما باید از CLI سوپابیس استفاده کنید که بیاد درخواستی بده به سرور سوپابیس و تایپ های اون دیتابیستون اون پروژهتون رو گت بکنه. به چه شکل این کار میکنیم؟ میریم با هم ببینیم که اصلا باید چجوری اینو هندل کنیم. من میام مثلا تو گوگل میزنم سوپابیس تایپ اسکریپت جنریت. میام اینجا تو لینک اول که داکیومنت خودشه ببینیم چی گفته. داره اینجا به من میگه که generating type script types به این شکل انجام میشه که شما اول باید سوپابیس
CLI تون رو نصب بکنید، بعد با npx supabase لاگین وارد بشید، بعد npx supabase gen type رو بزنید، تایپ اسکریپت، بعد پروژکت آیدی اینجا یه فلگی داره که بعد این پروژکت رفتون همین چیزی باشه که اینجا استفاده میکنیم. این رف پروژه شماست یا همون چیزی که اینجا تو این آدرسه داریم. اینو جایگزین کنید و اینجا هم آدرس بهش بدید که بره اونجا تایپاتون رو جنریت بکنه. خب برای اینکه من این کارو بکنم من میام این کامندشو که قبلا توی یکی از پروژه‌های دیگم استفاده کردم و کپی میکنم و میام اینجا توی این به ریدمی پروژه رو پاک میکنم و اینو میذارمش اینجا. اینم میزنیم پروژکت رف. من الان گفتم برو تو src types تو سوپابیس بساز، پس من باید بیام اینجا تو src یه پوشه تایپس درست بکنم، اصلاحات اون اضافه میکنیم و شروع میکنه به ساخت تایپی که ما مد نظرمون بود. خب میایم اینجا تو قسمت سوپابیس و میبینیم که اون چیزهایی که ما نیاز داریم ازش رو شروع کرده برای ما جنریت کردن و همشو الان اینجا داریم. یعنی دیتابیس، پابلیک، تیبلز، کامنت ها رو گفته اینجا به ما، بعد اومده پست ها رو گفته، یوزر ها رو گفته، ویوز، فانکشن، اینام و همه اونایی که ما تعریف کردیم تو پروژه رو اینجا برای ما اضافه کرد. فقط یه نکته توجه کنید، من قبلا چون لاگین کردم از من نخواست که اینو ران بکنم، اکسس توکن بگیرم. شما وقتی اینو لاگین میکنید یه دونه URL اینجا بهتون میده، روش کلیک میکنید و یه اکسس توکنی نیاز داره. اون اکسس توکن رو پیست میکنید تو CLI تون و ادامه کار میره جلو. حالا ما الان تایپ هامونو داریم، پس باید اینجا به صورت جنریک تایپ به سوپابیس سرور کلاینتمون بگیم برو از دیتابیس از این تایپ ها استفاده بکن برای داستان. چرا ارور داریم؟ نباید ارور داشته باشیم آقا. خب ما اینو نباید اینجا میدادیم، من اشتباه کردم. اینو باید بریم موقعی که داریم میسازیم بگیم که اینجا create supabase رو اینجا بدیم، اینو import کنیم و همچنین برای این. الان ما دوتا رو داریم و میریم روی کدمون دوباره پیجه و اینجا من میخوام از این سوپابیس استفاده کنم. ما الان دقت کنید که تو این پیج سرور کامپوننته و هنوز سمت کلاینتمون نیومد. من اینجا میگم کانست یه دونه بریکیت باز و بسته سوپابیس دات from، یعنی داریم یه کوئری میزنیم، حالا بهش میگیم که از کجا میخوایم، ما پستا رو میخوایم دات سلکت و یه دونه استار هم میدیم که همه رو برای ما بیاره. حالا ما اینجا چی داریم بخوایم ازش استفاده بکنیم؟ یه اویت اول باید بذاریم اینجا و اینم بکنیم export default async function. حالا من اینجا به دیتا دسترسی دارم، یا کانت دیتا ارور استاتوس و استاتوس. خب این دیتا رو میارم و اسمش رو بذارم پست. حالا میخوام این پست رو اینجا نشونش بدم. json.stringify این پست رو به ما نمایش بده. بریم تو پروژمون ببینیم که چیه خواهد به ما نشون بده. میبینیم که بچه پست رو برای ما اینجا آورد و اون دیتاهای پستی که نیاز داشتیم رو داره به ما اینجا نشون میده. ولی خب الان ما لاگین نکردیم و فقط اومدیم کلاینت رو ساختیم و چون RSL هم غیر فعال کرده بودیم رو لول سکیوریتی رو از ما آتنتیکیتی نخواست و فقط اومدیم دیتا رو گت کردیم و اینجا نشونش دادیم. تو ویدیوی بعد میخوایم بریم بخش لاگین رو به پروژمون اضافه بکنیم، ببینیم که به چه شکلی میتونیم از لاگین های گوگل استفاده کنیم یا گیت هاب و بعدم بریم برای فعال سازی RSL تو ویدیوهای بعدی.
اگه سوالی یا پیشنهادی دارید برای به بالا بردن کیفیت ویدیو حتما تو کامنت ها بهم بگید. واقعا نیاز دارم به اون پیشنهادی که بهم میدید و چند تا پیشنهادی هم که داده بودید بهم تو ویدیوهای قبلی از بابت مقایسه سوپابیس مثلا با اون پاکت بیس و دو تا مورد دیگه، اونا رو هم حتما اجرایش میکنیم و تو ویدیوهای بعدی بهش میرسیم. تا ویدیوهای بعد.